دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خدا کنه صحت کامل داشته باشین. دوستان ما باز هم با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستم و در این ویدیو اعداد آوردیم که با علامات مختلف با یکدیگهشان در حالت جمع، ضرب، تقسیم، منف است و راه حل از را کار میکنیم چطور و از کدام پروسه ها کار بگیریم تا نتیجه دقیق و درست را به دست بیاریم. دوستا وقتی که چنین یک عدد بر شما داده میشه و سوال میشه که حلش پیدا بکنین، در این قسمت ما چند مراحل داریم که باید طی بکنیم. این مرحله را به زبان انگلیسی نوشته کردیم و توضیح و تشریحش به زبان فارسی بر شما میگم. مرحله اولش هست گروپس یا قوسین. وقتی که عدد دیدین که در خود قوس ها داره، اولین پروسه کار میکنیم باید قوس های عدد رفع بکنیم، یعنی از حالت قوس عدد بیرون بکنیم که در این سوال وقتی که ما میبینیم در بین قوس عدد 3 و 4 است. اول باید این پروسه کار شود. در قدم دومش بعد از اینکه پروسه کار شد، اکسپوننت یا پاور است، یعنی هر عددی که در خود یک توان داره باید از حالت توان او بیرون آورده شود، من حیث یک عدد ثابت یا من حیث یک عدد طبیعی نشان داده شود که در اینجا 2 به توان 5 است و شما میفهمین 2 به توان 5 به این معنی که 2 در حالت ضرب با تعداد 5 دانه، یعنی 5 دانه 2 با یک دیگهش در حالت ضرب است که نتیجه از این را گرفته باز در عوض 2 به توان 5 باید نوشته کنین همین شکل. خب بعد از اینکه اکسپوننت یا پاور را کار کردیم، قسمت سومیش باز میبینین که مالتیپلیکیشن یا دیویژن. مالتیپلیکیشن یعنی ضرب و دیویژن هم تقسیم، یعنی مراحل تقسیم و ضرب در سوال اگر وجود داره باز اونایش باید کار بکنین که در این سوال هم اینجا یک مراحل تقسیم ما شما میبینیم که وجود داره، یعنی پیش از اینکه منف و جمع کار بکنین باید مراحل تقسیم و ضرب کار شود و در آخرین پروسه باز پروسه ادیشن و سابترکشن است، یعنی مراحل جمع و منف در آخرین پروسه کار میشه. از طرف بالا و طرف پایین وکتور که شما میبینین این نشان میده که اول باید قسمت گروپس یا قوسا خلاص شود، بعد از او اکسپوننت یعنی عدد از حالت توان به حالت ساده بیایه، بعد از او ضرب و تقسیمش کار شود، بعد از او هم ادیشن و سابترکشنش. این وکتور بالا و پایین همین نشانی نشان میده. بعد یک وکتور دیگر شما میبینید به شکل افقی است، یعنی از چپ به راست. این وکتور این معنا را میده که در صورت که شما از عین پروسه‌ای که دو تا ذکر شده در بین هر چوکات، مثلا در چوکات چهارمی شما میبینید که در اینجا موضوع ادیشن و سابترکشن ذکر شده، در صورتی که عین موضوع را یعنی دو موضوع را شما میبینید باز در این حالت شما از چپ به راست کار بکنین مرحله را، یعنی از طرف چپ مثلا اینجا ما 5 داریم، سوال از طرف چپ شروع میکنیم به طرف راست هم حرکت میکنیم. اگر اول جمع آمد جمع کار میکنیم و اگر اول منف آمد منف کار میکنیم، از طرف چپ به راست فکرش میکنیم و این شکل در مالتیپلیکیشن و دیویژن در پروسه سوم که است. وقتی که شما اعداد میبینید که در حالت ضرب و تقسیم با هم است، اینجا هم از طرف چپ شروع میکنین و وقتی که ضرب در اول آمد ضرب کار میکنین، اگر تقسیم در اول آمد تقسیم کار میکنین. خب این یک توضیح ابتدایی بود. حالا میریم در پروسه تطبیقاتش، چطور ما میتونیم بالای سوالای مختلف تطبیق بکنیم مراحل تا نتیجه دقیقه به دست بیاریم. یک سوال آوردیم که تنها پروسه جمع و منف داره، یعنی از این گزینه چهارم میتونیم که سوال حل بکنیم و در گزینه چهارم گفته که ادیشن و سابترکشن از حالت چپ به طرف راست باید کار شود. خب اینجا هم عین پروسه را ما پیش میگیریم، مثلا از چپ به راست اول ما داریم 5 جمع 2، یعنی این مرحله باید در اول کار شود. 5 جمع 2 را کار کردیم میشه مساوی به 7، بعد از او باز مراحل منفی یا تفریق، بعد از او مراحل جمع که با 7 بعدی است. خب منفی پروسه بعدی را هم دالت خودش میگیریم چون جدا جدا کار بکنیم که واضح شود. 5 و 2 را جمع کردیم 7 شد،
بعد از منفی در جای خودش، 6 در جای خودش و مثبت و 7 باز مساوی و سوالیه. اینا همه در جای خودش. باز پروسه بعدی را پیش میگیریم. باز هم از طرف چپ که بیایم، باز اول علامه تفریق می آید، یعنی 7 از 6 اول تفریق میکنیم، بعد از باز پروسه را ادامه میدیم از چپ به طرف راست. خب در اینجا برای ما میته 1. وقتی که از 7 6 تفریق کنیم 1 میته، بعد از جمع 7 داریم که جمع 7 شو نوشته میکنیم، بعد سوالیه. و در نتیجه آخر هم برای ما و شما دو عددی که مانده 1 و 7 است. 1 و 7 که جمع کنیم مساوی میشه به 8. یعنی نتیجه از این سوال ما مساوی شد به عدد 8. و از این پروسه چپ به راست ما نتیجه از این را حاصل کردیم. یک مثال دیگه کار میکنیم. اینجا عدد است 20. اعداد که علامه نداشت میفهمیم که علامه از مثبت است. وقتی که 20 ما میبینیم بدون علامه، به این معنی که مثبت 20. منفی 24 است، منفی 14 جمع 25 منفی 5. در این پروسه یک راه دیگر هم میتونیم انتخاب بکنیم که عددهایی که علامه مثبت داره علایق جمعش کنیم و عددهایی که علامه منفی داره علایق جمعش بکنیم. باز از یک دیگه هم میشه که تفریق شوند. مثلا در اینجا عددی که علامه مثبت داره 20 است و همراه 25. اگر یک جایی بکنیم میشه 45. بعد عددهایی که علامه منفی داره 24 است، 14 است و 5 است که 24 همراه 14 میشه 38 و همراه 5 میشه 43 و همه ایش علامه منفی داره، با علامهش یک جای 43 نوشته میکنیم و 45 وقتی منفی 43 ساختیم مساوی میشه به عدد 2. پس جوابی سوال هم پیدا کردیم که مساوی میشه به 2. از دو طریقه پیش رفتیم. یک طریقه که چپ به راست جدا جدا کارش کردیم در مثال بالایی، و یک طریقه که عمومی عددهای با علامه مثبتش جدا جمع کردیم و منفیش جدا و بعد از یکدیگر تفریق کردیم میشه. خب پروسه بعدی یک مثال دیگه کار میکنیم. اینجا علامای تقسیم و ضرب. در دو مثال اول علامات جمع منفی کار کردیم، در این مثال علامه تقسیم و ضرب کار میکنیم و در اینجا از استپ سیوم استفاده میکنیم که استپ ملتیپلیکیشن و دیویژن است. مرحله عین شکل کار میشه. ای هم از طرف چپ به راست کار میشه. وکتور چپ به راست که است دمی هر 4 مرحله ازی قابل تطبیق است. از چپ به راست وقتی که پیش بریم 12 را اول تقسیم 2 میکنیم که نتیجهش بر ما میده 6. بعد از مرحله را ادامه میدیم ضرب 5 و تقسیم 3 به حالت خودش نوشته میکنیم. بعد استپ بعدی ما باز از طرف چپ به راست که بیاییم اینجا از چپ به راست ما است 6 در حالت ضرب با 5 که 6 با 5 ضرب بکنیم مساوی میشه به 30 و تقسیم 3 و مساوی به سوالیه. پروسه آخر هم 30 را وقتی تقسیم 3 بکنیم بر ما میده عدد 10. خیلی به می آسانی پیدا کردیم که نتیجه از این سواله که 12 تقسیم 2 ضرب 5 تقسیم 3 است مساوی شد به عدد 10. به همین پروسه سوالایی که در عین استپ باشه ما میتونیم حلش بکنیم. یعنی در این استپ به این معنا که در حالت ضرب و تقسیم یا در حالت جمع و منف. و ادامه از این در صورتی که سوالا نسبتا مغلق‌تر باشه که دو مثال ما شما کار میکنیم که در اینجا است مثلا 5 جمع 2 به توان 5 در حالت منف، بعد قوس 3 ضرب 4 باز حالت تقسیم با 6 و جمع 7 و مثال پایین هم 3 جمع 3 به توان 2 منفی در حالت قوس 2 به توان 4 منفی 4 تقسیم 3 ضرب 2 مساوی. این سوالایی است که هم علامه جمع داره، هم منف داره و هم قوسین داره، بعد از او تقسیم داره و ضرب داره. در این حالت استپا را از طرف بالا و پایین هم کار میکنیم و از طرف چپ و راست هم کار میکنیم، یعنی همه مراحل بالای سوالا قابل تطبیق است. و اول کار که میکنیم از طرف بالا و پایین کار میکنیم به خاطر که سوالا قوس داره. بعد از او باز پروسه افقیش کار میشه. سوال اول میگیریم. خب در اینجا است 5 جمع 2 به توان 5 منفی 3 ضرب 4. اول پروسه کار میکنیم باید از قوسی را بیرون بسازیم، چون مراحل بر ما میگه که اول از گروپ
باید اعداد خارج بسازی، یعنی پروسه را اول سرش تطبیق میکنیم. در تطبیق پروسه 5 جمع 2 به توان 5 منفی 3 ضرب 4 وقتی که بسازیم میشه 12. بعد از تقسیم 6 و جمع 7 دالت خودش. پروسه بعدی ما وقتی که از قوس خلاص شد، پروسه بعدی ما پاور یا اکسپوننت است. این پروسه را سرش تطبیق میکنیم و در قسمت پاور یا اکسپوننت اینجا صرف یک عدد داریم که در حالت طاقت آمده، دیگرهاش عددهای ساده است. خیلی وقتی که عدد 2 به توان 5 ما بیاریم ضرب بزنیم، یعنی 5 دانه 2 در حالت ضرب با هم دیگرش. 2 ضرب 2 میشه 4، 4 ضرب 2 میشه 8، 8 ضرب 2 16، 16 ضرب 2 32. با جای 2 به توان 5 ما نوشته میکنیم 32. بعد سوال ادامهش با حالت خودش منفی 12 تقسیم 6 جمع 7. خب این پروسه حال از دو مرحلهش گذشته، بعد مرحله ملتیپلیکیشن و دیویژن مانده. در این صورت ما ببینیم که پروسه ضرب و تقسیم، یعنی اولش کدامش میآید. اینجا پروسه تقسیم داریم، بعد پروسه جمع منفی دالت خودش میمانیم. ما شروع میکنیم از پروسه تقسیم، چون اجازه نداریم که طرف جمع و منف بریم. باید اول پروسه تقسیم کار بکنیم. خب در ادامه پروسه، در کار کردن پروسه تقسیم، عددهای 5 جمع 32 دالت خودش میمانه. بعد منفی 12 تقسیم 6 برای ما میده نتیجه 2. بعد هم جمع 7 دالت خودش. پروسه آمده از 3 مرحله گذشته، از گروپ یا از قوس خلاص شده اعداد، از حالت طاقت توان هم خلاص شده، از حالت ملتیپلیکیشن و دیویژن هم گذشته. میاید در پروسه ادیشن و سابترکشن، یعنی پروسه منف و جمع. و این قاعده هم از طرف چپ به راست تطبیق میشه. از چپ به راست که بیم 5 جمع 32 میشه اول، که مساوی میشه به 37 و منفی 2 دالت خودش و مثبت 7 هم دالت خودش. باز هم ادامه میتیم پروسه را از چپ به طرف راست. 32 رو وقتی که منفی 2 بسازیم مساوی میشه به 35. 35 جمع 7 و 35 جمع 7 بسازیم مساوی میشه به 42. نتیجه سوال ما شد عدد 42. خب به می شکل سوال بعدی را کار بکنیم. سوال بعدی ما 3 جمع 3 به توان 2 منفی قوس شروع 2 به توان 4 منفی 4 قوس بسته تقسیم 3 ضرب 2 مساوی به سوالیه. خب ادامه از این پروسه، باز هم اولین کار رو که میکنیم عین شکل اول قوس رفع میکنیم. پروسه گروپینگ در گروپ اینجا بود 2 به توان 4. ما داریم مثلا 3 جمع 3 به توان 2 منفی 2 به توان 4. اول قوس ها را رفع میسازیم. 2 به توان 4 ما میشه 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، 8 ضرب 2 16 و 16 را وقتی که منفی 4 بسازیم بر ما میتعدد 12 را، که در اینجا مستقیما ما عدد 12 را بر شما نوشته کردیم. یعنی 3 دالت خودش 3 به توان 2 دالت خودش، حالا این منفی در جایش و به جای 2 به توان 4 منفی 4 که عدد 12 میشه. 12 را گذاشتیم تقسیم به 3 ضرب 2. از حالت قوس وقتی که تمام شد، بعد پروسه دوم ما است اکسپوننت یا پاور. از حالت پاور به عدد ثابت میاریم میشه. بعد اینجا فقط یک حد داریم که در حالت پاور است یا توان داره، که 3 به توان 2 است که مساوی میشه به 9. یعنی 2 تا 3 را ضرب بزنیم 3 ضرب 3 میشه 9. خب باز داریم 3 جمع 9 منفی 12 تقسیم 3 ضرب 2. حالا آمده پروسه با شکل نسبتا ساده تر. اینجا صرف علاماتی که داریم تقسیم و ضرب است، یعنی پروسه سیوم که ملتیپلیکیشن و دیویژن است بالاش کار میشه. و از طرف چپ به راست وقتی که بیاییم اول تقسیم است، یعنی 12 تقسیم 3 که بر ما میت عدد 4. 12 تقسیمش 3 مساوی میشه به عدد 4، بعد ضرب 2 و ادامه پروسه. باز هم از طرف چپ به راست که بیاییم اینجا عدد ضرب چون داریم، ضرب اول کار میکنیم پیش از اینکه جمع و منفی کار بکنیم. 4 ضرب 2 میشه مساوی به 8 و حالت جمع منفی با حالت خودش میگذاریم.
4 ضرب 2 شد 8. بعد حال علامات هست جمع و منف، یعنی در پروسه چهارم آمدیم، ادیشن و سبترکشن. در اینجا باز همین مرحله را کار میکنیم که از طرف چپ به راست هر کدامش که اول آمد همون عدد کار میشه. از چپ به راست ما 3 جمع 9 هست که 3 جمع 9 مساوی میشه به 12 و بعد منفی 8 مساوی میشه به 4. خب این سوال ما نتیجهش آمد عدد 4. به می آسانی دوستان ما میتونیم که سوالای یا حدای مغلقه که از مراحل مختلف طی میشه، هم اگه مراحلش اول ساده بسازیم بعد از اون نتیجه سوال به دست بیاریم. خیر صحت و سلامتی نصیبتان، وقتتان خوش، خدا نگهدار.